با درود به همه شما عزیزان، به کانال یکی بود یکی نبود خوش آمدید. میخوام داستان آدمی به چه زنده است اثر لئو تولستوی رو براتون بازگو کنم. روزی سرد در پایان پاییز بود. زمین از شبنم صبحگاهی نمناک شده بود و بادی گزنده از میان درختان بیبرگ میوزید. سیمون، کفاشی ساده دل و زحمتکش، از خانه بیرون آمده بود تا برای کارش چرم بخرد. او تمام سال را کار کرده بود، اما چیزی جز چند کپیک در کیسه‌اش نداشت. پول اندک بود و امید اندکتر. با این حال گامهایش را محکم برداشت و راه شهر را پیش گرفت. در مسیر با خود فکر می کرد. شاید خدا بخواهد. شاید این بار کسی دلش بسوزد و نسیه بدهد. دست خالی نمی شود به خانه برگشت. در شهر به چند دکان پوست فروشی سر زد. اما هیچ کس به او رحم نکرد. بعضی با تمسخر گفتند اول پول بعد جنس. بعضی حتی او را از مغازه بیرون انداختند. ناامید و خسته، با قلبی سنگین و دستهای خالی، راه خانه را در پیش گرفت. سرمای عصرگاهی پوست صورتش را می‌گزید، اما دلش بیشتر از تنش یخ کرده بود. در راه بازگشت، هنگامی که از کنار کلیسای سنگی دهکده می‌گذشت، چشمش به چیزی افتاد. مردی نحیف و برهنه در سایه دیوار کلیسا نشسته بود. تنش از سرما لرزان، لبهایش خشک و چشمهایش به نقطه‌ای نامعلوم خیره شده بود. مرد هیچ نگفت، فقط نگاه کرد. سیمون نگاهی انداخت و با خود گفت این دیگر کیست؟ شاید یک ولگرد است. خودم که چیزی ندارم. چه کمکی به او کنم؟ گامهایش را تند کرد، اما چند قدم نرفته ایستاد. وجدانش چون صدایی نرم در گوشش زمزمه کرد. اگر تو هم روزی در این حال باشی، آیا کسی نباید به تو رحم کند؟ بازگشت. بدون آنکه حرفی بزند. پالتوی کهنه‌اش را درآورد، روی شانه‌های مرد انداخت و گفت بلند شو با من بیا. خانه هم فقیرانه است، اما گرم است. مرد بی آنکه کلمه‌ای بر زبان آورد، بلند شد و همراه سیمون رفت. راه رفتن برایش دشوار بود، اما با هر گامی اندکی جان در وجودش دمیده میشد. وقتی به خانه رسیدند، همسر سیمون از پنجره نگاه کرد و وقتی مرد نیمه برهنه را دید، اخم کرد. وقتی در باز شد و مرد وارد شد، زبان به گلایه گشود. سیمون، خودمون نان نداریم. حالا یکی دیگر رو هم با خودت آوردی؟ اما همین که نگاهش به چشمان مرد افتاد، کلمات در گلویش خشکید. آن نگاه چیزی در خود داشت. نه خواهش بود و نه شرم. فقط صلحی آرام. زن بی کلام به آشپزخانه رفت. تکه نانی آورد. ظرفی آب داد و لباسی گرم بر تن مرد کرد. مرد نان را به آرامی برداشت و لقمه لقمه خورد. دستهایش می لرزید، ولی چهرهش از درون گرما می گرفت. ناگهان چیزی در نگاه او تغییر کرد. برای نخستین بار لبخند زد. لبخندی آرام، بی صدا اما عمیق. آنگونه که گویی نور کوچکی در تاریکی روشن شده باشد. سیمون و همسرش بی آنکه حرفی بزنند آن لبخند را در دل نگه داشتند. سیمون از فردای آن روز مرد را در کارگاه کفاشیش نگه داشت. چون نامی نمیدانست
او را میخائیل نام نهاد. میخائیل خاموش بود اما زرنگ. در دوختن کفش چیر دست و دقیق بود. مشتریان وقتی کفش‌هایش را می‌دیدند لب به تحسین می‌گشودند. اما سیمون متوجه چیزی شده بود. میخائیل هیچگاه سؤال نمی‌پرسید، نمی‌خندید، نمی‌نالید، فقط کار می‌کرد. اما گاه وقتی رفتار مهربانی از کسی می‌دید، نوری در چشمانش می‌درخشید و گوشه لبش بالا می‌رفت. روزی مردی با کالسکه‌ای پر زرق و برق به مغازه آمد. لباسی گران قیمت بر تن داشت و رفتاری متکبرانه. با صدای بلندی گفت: من چکمه هایی می خواهم. مخصوص محکم با زیره دوبل. اگر خوب نباشد از تو شکایت می کنم. پیش پرداخت را روی میز گذاشت و رفت. سیمون به میخائیل گفت: همین حالا شروع کن. اما میخائیل بی هیچ توضیحی به جای چکمه دمپایی نرم و ساده دوخت. سیمون از خشم سرخ شد. این مرد ثروتمند است. با ما مثل نوکر رفتار می کند. حال تو برای او دمپایی دوخته ای؟ نابودمان می کند. اما همان شب خبر آمد که آن مرد هنگام بازگشت ناگهان دچار حمله قلبی شده و مرده است. سیمون شوکه شد. به دمپایی ها نگریست. میخواست بپرسد اما جرأت نکرد. میخائیل تنها لبخند زد. مدتی گذشت. روزی زنی فقیر وارد مغازه شد. دختر بچه‌ای در دست راستش و دختری در بغلش. لباسی ساده اما تمیز داشت. با صدای نرم گفت: کفش میخواهم برای این دو دختر. تا پاییز کفش نداشتند. الان کمی پول جمع کردم. سیمون گفت: دخترهایت هستند؟ زن پاسخ داد: نه، پدرشان مرد. مادرشان هم پس از زایمان از دنیا رفت. من همسایه‌شون بودم. دلم نیامد بگذارم در پرورشگاه بزرگ شن. آوردمشون خونه. خودم نان به زور در میارم. اما اینها فرشتن. در این لحظه میخائیل ایستاد. نگاهش را به زن دوخت. لبخندش عمیق تر از همیشه شد. چهرهش دگرگون شد. سکوتش شکست. با صدای آرام گفت: سیمون، میتونم باهات حرف بزنم؟ من انسان عادی نیستم. من یک فرشته‌ام. خداوند مرا فرستاد تا جان مادری را بگیرم. مادری که دو دختر داشت. اما چون به نگاه پر از عشق آن مادر نگاه کردم، دلم لرزید. فرمان خدا را نادیده گرفتم. خداوند مرا به زمین فرستاد با تن آدمی تا 3 چیز را درک کنم. در دل انسان چیست؟ انسان به چه چیز نیاز دارد؟ آدمی به چه زنده است؟ نخست آن مرد ثروتمند را دیدم که فکر می‌کرد برای سالها زنده می‌ماند، ولی همان شب مرد. دانستم در دل انسان آینده‌ای نیست، فقط گمان و امید است. سپس تو و همسرت را دیدم که با نداری مرا پناه دادید. فهمیدم انسان به نان زیست نمی کند، بلکه به نیکی کردن به دیگران. و امروز آن زن را دیدم که با عشق 2 دختری را بزرگ می کند که از او نیستند. اکنون می دانم آدمی به عشق زنده است. اکنون هر 3 را فهمیدم. مأموریتم تمام شده. میخائیل بعد از گفتن این سخنان سر بلند کرد. نوری گرم از چهرهش برخاست. چهرهش آرام شد.
چشمانش به آسمان نگریستند. نوری از درونش تابید و همانجا همچون مهی لطیف از چشمها ناپدید شد. سیمون و همسرش تا پایان عمر راز آن فرشته را چون گنجی در دل نگه داشتند و هرگاه کسی از سیمون می‌پرسید آدمی به چه زنده است، با لبخندی آرام پاسخ می‌داد: به عشق. عزیزان، اگر از این داستان خوشتون اومد لطفاً اون رو لایک کنید و برای دیگران هم بفرستید. وقتتون خوش.